خب یه نکته خیلی مهم که در مورد شیتسو شاید خیلی‌ها ندونند اینه که نژادهای شیتسو به خاطر این حالتی که صورتشون داره و صورت این حالت تخت رو پیدا کرده فشار آورده روی مجرا اشکیشون و باعث میشه که یه ریزش اشک داشته باشن و یه حالت لکه‌های قهوه‌ای رنگ دو طرف زیر چشمشون به وجود بیاد. شاید خیلی‌ها فکر کنن که این فقط یه مقدار مثلا صورت حیوان مثلا زشت میشه، ولی نه، این به تنهایی مهم نیست. مهم اینه که خیلی وقتا این لکه‌ها میتونه علامتی از آلرژی، عفونت‌های چشم و مشکلات دیگه باشه. میتونید هر روز با دستمال کاغذی نرم که با آب جوشی سرشده‌ای که توی خیس می‌کنین تمیزش کنید و این لکه‌ها رو نذارین شدیدتر بشه. و یا البته یک سری محلولای آماده هم هست توی پتچاپ ها که میتونید از اونها به عنوان قی چشم تمیز کن، اسمای مختلف داره، استفاده کنید و چشم رو تمیز کنید. و البته اگر خیلی شدیدتر شد خب قطعا باید معاینه دامپزشک صورت بگیره. اسمش چیه؟ لوسی جون. اصلا فهمید من آمپول زدم خدا وکیلی.